آقای سفینی به برنامه مانی و سپیده خوش اومدید. بچه‌ها ما امروز یه چالش داریم، یعنی خودمون رو به چالش کشیدیم. قراره که یه سری سوالا علی ازمون بپرسه، یه سری سوالای روزمره. من اینو دوتا کردم، تو کردی؟ چی؟ آها خودم و خوده؟ آره. بالاش منه، یعنی مثال میپرسه از من چه غذایی دوست داری؟ من غذایی که یه از وایسا دستمال باید داشته باشیم برای پاک کردن. من غذایی که مثال خودم دوست دارم رو بالا می‌نویسم، غذایی که مانی دوست داره پایین می‌نویسم. بعد همزمان نشون میدیم. اگه درست گفته باشیم یه امتیاز می‌گیریم. هر کم که امتیازش کمتر بشه، یعنی اون طرفش رو کمتر بشناسه، مجازات داره. مجازاتش رو آخر ویدیو میگه. خب بریم. سوال اولین سوال. اگه قرار باشه یه چیزی تا آخر عمرت بخوری اون چیه؟ غذا دیگه. غذا یا خوراکی؟ غذا. نه من چی دوست داشتم؟ نشون بدین؟ 3 2 چی بود؟ کباب تو آبو چرا نوشتی؟ خب چی می نوشتم؟ تو میگی ماهیچه دوست نداری همیشه میگی ماهیچه. ما رستوران میریم من ماهیچه سفارش میدم. مانی قبلا اصلا تو بیوگرافیش مانی داره غذای مورد علاقه ماهیچه تو پیجت هست. خب حالا بقیه‌اش قلبه. به نظر من هم کباب. ببینم قلبه. نه آقا مانیه. من اجازه یه امتیاز مانی. ولی به خدا مانی ماهیچه خیلی دوست داره. تو خودش هم چند بار گفته تو برنامه‌اش. میدونم کباب تو آب دوست داری، ولی خب اگه قرار باشه تا آخر عمرت بخوری که کباب تو آب نمیخوری. خب باشه برو سال بعدی. یه دونه بشین کباب تابعی. بریم سوال بعدی. فعلا 1-0 به نفع مانی. عجیب‌ترین عادتت چیه؟ عجیب‌ترین عادت؟ دیگه چی کنی؟ چه چرت و پرت نوشتم. نه چیزی که میدونی. 3 2 1 من چه نشون؟ من خودم رو نشون بده دیگه. خب نشون بدین؟ بودو بابا بس کن. من دارین چی جمله من چی کار داری میکنی؟ چی داری؟ چی کار کنم؟ 3 چیه؟ من نوشتم من خودم خیلی بازی میکنم. مانی داره میگه عجیب کردن چیزی که میزنی چیه؟ عجیبه بازی کردن؟ سوالا رو از این نمیفهمی. اون یکی چیه؟ برای من چیه؟ تو نوشتم درگیری کارشه. تو چی نوشتی؟ بچه عجیب ترین عادتی که من دارم گردم رو اینجوری میشونم. مانی منگوشت شستشو میذاره شست پاشو. امتیاز نگرفته قور نزن. خیلی طولانی میذاره روی یکی انگشتش. منم چیز نکردم. شست پاشو؟ اینطوری. به خدا کلی خواهشم همین نمیدونه چی. سوال بعدی شد. بریم سوال بعدی. اگه نامردی بشی چی کار میکنی؟ چی کار میکنی عوضی؟ من چه بدونم مانی چی کار میکنه؟ نمیستم سوالا رو چالش میکشم سخته. مانی چی کار میکنی؟ من نامریشم. من که ذهنم چقدر کوچیکه. اگه بشی میرم. خب نه این نه. من میدونم چیکار میکنه. خودش هم میدونه ولی من میدونم. میری تو استخره بانوان؟ نه نمیدونم ما این آقایش چی کار میکنیم. هر آدمی نامریشی میکنه. دوزی؟ نه آره دیگه من بودم میرفتم بانک خب میزدم. برگردونین. من نمیدونم. خب برگرده. نه دوزی. برای من چی نوشتی؟ بعد نوشتم میره لوازم آرایشی میدوزه. چی؟ میرم لوازم آرایشی صفورا بردم همه چی.
چه قشنگ نوشت. من بیشتر میشناسمه. خب میشه دزدی دیگه اینم. آره. خب 2-0 من. مانی داره برنده میشه. واقعا بچه من مانی بیشتر میشناسم. خیلی عجیبه که الان اتفاق داره میفته. اخلاقی که خودت میدونی ولی داریش انجامش میدی. اخلاقی که من دارم خیلی بده ولی انجامش میدی. بشه. حالا من نمیتونم بخونم که. چی نوشتی؟ من گردنگیرم خراب. دقیقا من نوشتم خودخواه و یه دنده. نه نمیشه. یه دنده است دیگه. نه میشه. آره دیگه همون. یعنی خودخواه یه دنده خودخواه. مانی من خودخواهم. نه خب منظورم یه چیز دیگه بود. منظورم بود که همون گردن نمیگیره. نه یه دنده هستم. آره دیگه کلا چیزی رو قبول نمیکنه. مثلا میگم این اشتباه ولی خودخواه نیستم بچه. من هیچ وقت تو زندگیم خودخواه نبودم و بدترین اخلاقم همینه. خب مانی چی نوشتی؟ من نوشتم خیلی تو رو در وایسی میمونه و یه سری چیزا رو قبول میکنه. درست اصلا مثلا چیزایی که واقعا دلش نمیخواد قبول میکنه. اینو درست کن. اینو بهش امتیاز. من نوشتم بازی. نه نمیتونم. آخه اصلا اخلاق اشتباه بازی کردن که اخلاق نیست که. اخلاق نه گفتیم. دیدم چی گفتم. خب امتیاز بدی. نه آقا این بازی واسه چی باید خود گذشتگی نداره این بازی. نه باشه. 3-0 به نفع مانی. نه 2-0 چیه؟ 3-0. اینم حساب شد؟ آره دیگه. اوکی. دلت برای کی تنگ شده؟ مانی درست جفتتون درست. مانی دلش برای هیچ کس تنگ. خب چی میشه؟ امتیاز مانی میره. من سپیده مامانش. 4-1. به چی اعتیاد داری؟ من نمیدونم. نه من اشتباه میکنم. سپیده چی گفتی؟ راستیه. ولی خب قلیون رو میتونم ببینم چی نوشتی؟ خودم رو نوشتم بازی. دوباره 5-1. 5-2. یه چیزی که بدون اون زندگی برام غیر ممکنه. سوال داره سخت میشه. یه چیزی یا میتونه شخصی هم باشه. یه چیزی یا همون میشه دیگه. هر چی ممکنه باشه. اصلا هر چی. حالا انسان میخواد بشه بس. تو چی نوشتی؟ من نوشتم خانوادم از سپیده. سپیده نوشتم من. من برای مایی نوشتم خانوادهش برای خودم نوشتم مانی. من خیلی شدیم 6. شدیم چه 6 تا 6 تا. داداش 3 شدم. آره 3. اگه بتونی یه عادت بد خودت رو اصلاح کنی چیه؟ اگه بتونم یا نمیتونم. من نوشتم خودم نگفتن. عادت نیست مانی نگفتن. تو عادتت نیست. اخلاق اشتباهته. عادتت میشه بازی کردن. چون همه رو چی میکنی؟ برعکس نوشتم. خب ولی خب درستی. بازی کردم. تو چی نوشتی؟ من حاضر جوابم اگه بتونم چون عادت همیشه جواب میدم. مانی هم که بازی کردن. من نوشتم خرید الکی. اونم درست. خرید الکی راست میگه. میشونم حالا ولی من نه با امتیاز نمیگیره. نمیگیریم دیگه باید شبیه هم بفهم. اگه یه روز تو بدن یه نفر دیگه بیدار باشی کی انتخاب؟ تو چی نوشتی سپیو؟ اوه مای گاد. تو چرا نوشتی کریستیان وقتی عاشق مسی؟ همینطوریه. اون پولش بیشتر بوده. تو همیشه میگی مسی و دوست دارم. راست میگی. این امتیاز بده. بچه مانی عاشق مسیه. من عاشق رونالدو هم. هر موقع که میگم رونالدو فلانه ساله میگه نه مسی تلاش کرده. مسی خانواده‌شو دوست. شما کایلی جنر رو نگاه کن. بچه کایلی
کایلی جنر حالا خارج از اینکه زیبایی خیلی زیادی داره، من به خاطر زیباییش نیست، من به خاطر اون پول و قدرتی که داره دوست دارم جای اون باشم. خب سال بعدیتون بفرمایید. امتیاز جفتتون گرفتید. بله. دیگه 7-4. بله. عاشق چه اخلاق کاپلتی؟ یعنی من باید بنویسم برای تو چه اخلاقی من عشق تقلب نکنیم. سپیه نوشتم قدرتش تو زندگی مثلا من نوشتم مهربون و قوی، یعنی از قوی بودن من خوشش میاد. قدرته. برای خودم هم نوشتم از صبر رو این که مالی حمایت کردی. به چی نوشتی من؟ چون داری زودتر میگرده نوشتم خفن بودن. خب نه سپیده اینجا امتیاز میگیره تو. چرا دیگه؟ نه دیگه سپیده من وقتی می‌نویسم باشه بده بشیم 7-5. باید درست مینویس، چه ربطی داره؟ کدوم قسمت بدنت ضعیف‌تر؟ کدوم قسمت بدنت ضعیف‌تر؟ اینا نوشتم. من گردنم و اعصابم، مالی مغزش و پاش. من نوشتم پاها، سپی سرده. سرم به خاطر اعصابم میاد، به خاطر اعصابم خب درسته جفت امتیاز میده. چرا به هم ربط میدید جواب؟ یه جوری باشه هیچ کدوم. من نوشتم من درست جواب میدم. درست جواب دادی، ما سپیده داره میرسه ولی 7-6. چه اخلاقی تو آدم‌ها عصبیت می‌کنه؟ من چه اینطوری نوشتم؟ من برای خودم نوشتم دورو بودن. من نوشتم من خودم. برای مانی هم نوشتم اگه غرورش رو بشکنن خیلی بدش میاد یا بخوام بپیچونم. من نوشتم که نمیفهمن من چی میخوام چی میگم، همون نفهم بودن، یه چیزی میخوام توضیح بدم طرف نمیفهمه. جواب خیلی همون ببین چون اینجا حرف میزنی نمیفهمم. ما نفهمیدم چی گفتی. سپی هم نوشتم که به حرفاش گوش نمیدن. جفتتون خراب کرد. مغزت دارم همین دور برام فکر میکنه، تو عمق قضیه نمیری. خب بابه میریم واسه آخرین سوال. هیچ کدوم امتیاز نگرفت. چالش 7-6 مانی اگه تو نگی برده، اگه بگی که مساوی تمام. بله بفرمایید. به چی اعتیاد داری؟ نه درست. خواننده مورد علاقه. وای مانی؟ کیو دوست دارم؟ آخه مانی کسی دوست نداره ازن. تو نوشتم تتلو آرتا کوراش. من چه اسمایی رو یادم نبود. تو چی نوشتی برای خودتو؟ مجید رضوی. تو اصلا مجید رضوی دوست نداری. خب الان آهنگ آخرش چی اسمش؟ ها؟ آهنگ آخرش چی بود؟ من میگم بالاخره نه هیچ نه بیا این ما 3 سال پیشه. چی دوست داری؟ حالا آهنگ آخری متاسفانه حالا متاسفانه 3 تا ترک قبلشه. حالا آهنگ آخری مهیا رو بخون. یادم چه بابا همه شاید رو گوش میکنه. دروغ بود داشتمی، دروغ بود دوست دارم، رو طبق محمد اینجا کار و گوله دارم، دروغ بود پشت شهری افتاده به جون منگه آشقانی. خب باشه اون خب باشه اصلا امتیاز میگی. حالا امتیاز بده بهت. منم که درست نوشتم تو رو. خب پس مساوی شدی. نه من یه دونه بالاتر افتادم. مالی برنش چیکار کنم الان باهات؟ میتونی هر مجازی که بخوای بری، ولی بچه ها به قرآن مجید گفتم من مانیو بیشتر میشناسم. چی بدم مجازات؟ مجازاتی نداری که. چرا مجازات داره؟ تعیین کردی بودیم باش. یه شام مفصل بده بهمون. استوریش میکنی. باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو بودید. دوستتون داریم. بوس بهتون، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای دیگر رو ببینید. کامنت هم بذارید. خدا